سلام، من نسیم هستم و امروز میخوام یه روش خیلی جالب از ریاضی رو بهتون یاد بدم که توی زندگی روزمره و مخصوصا توی خرید کردن خیلی به کارتون میاد. خب یک مقدمه در مورد درصد بگیم. وقتی که به ما میگن 30% یعنی 30 تا از 100 تا. یعنی اگر 100 واحد داشته باشیم ما 30 واحدش رو داریم در مورد 30 واحدش صحبت میکنیم. وقتی که داریم در مورد تخفیف صحبت میکنیم و یک تخفیف 30% میگیریم یعنی از 100 واحد 30 تاش رو لازم نیست پرداخت بکنیم، اما باید 70% رو پرداخت کنیم. خب کلاس 5 ما این مبحث رو یاد گرفتیم. برای اینکه سوالهای مربوط به تخفیف رو حل کنیم اگه یادتون باشه از جدول تناسب استفاده می کردیم. یه جدول ستایی می کشیدیم، توی طبقه بالا تخفیف رو می نوشتیم، طبقه دوم بپردازیم بود و طبقه سوم هم کل بود. وقتی 30% تخفیف داشتیم یعنی 30 اینجا و 100 هم که مبلغ کل بود باید پایین می نوشتیم. خب اختلاف 30 و 100 چقدر بود؟ 70 بود. یعنی 30% تخفیف داشتیم و 70% باید pardاخت می کردیم. حالا اگر وسیله‌ای داشتیم که یک کالایی رو می‌خواستیم بخریم که 30% تخفیف گرفته بودیم و قیمت اصلی کالا هم 30,000 تومان بود، در این صورت چون قیمت اصلی رو داشتیم اینجا می نوشتیمش 30,000 رو، می گفتیم 100 ضرب در 300 شده، 70 هم ضرب در 300 می کنیم میشه 21,000. 30 ضرب در 300 میشه 9,000. ببینید همه رو حساب کردیم، 9,000 تومان تخفیف گرفتیم، 21,000 تومان هم باید پرداخت کنیم. خب ببینید اینجا ما از این جدول استفاده کردیم ولی میخوایم راحت تر این محاسبه رو انجام بدیم، میخوایم از جدول استفاده نکنیم. بنابراین بهترین کار اینه وقتی که به شما یک تخفیفی میدن شما بدونید که چقدر باید بپردازین. وقتی تخفیف 30% دارین شما باید 70% بپردازین. 70% از یعنی ضرب قیمت کل. قیمت کل چقدره؟ 30,000. 70 ضرب در 30 میشه چی؟ میشه 2100. 2 تا صفرش هم میزنیم، یه دونم صفر اینجا میاریم، پس میشه 21,000. خب حالا من سوال رو تغییر میدم، میگم که من یک کالایی رو با 40% تخفیف خریدم و 24,000 تومان پرداخت کردم. حالا شما به من بگین که من چقدر تخفیف گرفتم، قیمت اصلی کالا چقدر بوده. ببینید دوباره جدول تناسبمون رو میکشیم. 40% تخفیف داشتیم، پس ما 60% باید بپردازیم. چقدر پرداخت کرده بودیم؟ 24,000. پس 24,000 رو اینجا می نویسیم. 60 ضرب در چند شده؟ 24,000 ضرب در 400 شده. پس 40 هم ضرب در 400 می کنیم میشه چی؟ 16,000. 100 ضرب در 400 میشه چی؟ 40,000. پس قیمت اصلی کالا 40,000 بوده. پس اگر شما مبلغی که پرداخته بودین و تخفیف رو داشتین به راحتی میتونید قیمت اصلی رو هم به دست بیارین. یه وقتی قیمت کالایی 30,000 تومنه و شما اونو با تخفیف 25,000 تومان خریدین. براتون سواله که چند درصد تخفیف گرفتین. برای اینکه مقدار تخفیف رو حساب کنیم اختلاف این دو قیمت رو پیدا کنید. اختلاف 25,000 و 30,000 5,000. پس اختلاف تقسیم بر قیمت اولیه 30,000 بوده. خب اینو ضرب در 100 میکنیم تا درصدش به دست بیاد. مقدارش میشه 16 و 66 درصد. پس شما 16 و 66 صدم درصد تخفیف گرفتین. خب حالا این در مورد تخفیف بود. شما یک بار تخفیف گرفتین. من میخوام 2 تا تخفیف متوالی رو حساب کنم ببینم چطوری ما وقتی که 2 بار به ما تخفیف میدن مبلغی که باید پرداخت کنیم چقدره و در کل چقدر تخفیف گرفتیم. این مسئله خیلی اهمیت داره. من بعضی وقتا میرم مغازه میبینم که روی در نوشته 20% تخفیف و بعد فروشنده میگه
به جز این 20% ما یک 10% دیگه هم به شما جداگانه تخفیف میدیم. خب اگر که من با محاسبه آشنا نباشم، با این علم آشنا نباشم، پیش خودم میگم چه خوب من قرار 30% تخفیف بگیرم. اما بچه الان به شما نشون میدم که این 30% نیست. من یه تخفیف 20% دارم و بعدش یک تخفیف 10% و گفتم فکر میکنم قرار 30% تخفیف بگیرم. ببینید فرض میکنم اون کالایی که میخوام بخرم قیمت واحدش، قیمت اولیش 100,000 تومان باشه. خب من 20% تخفیف دارم. طبق جدول تناسب یا راهی که یاد گرفتیم میگیم ما 80% باید پرداخت کنیم. 80% از 100,000 تومان که میشه چی؟ میشه 80,000 تومان. ببینید وقتی دو تا تخفیف متوالیه بعدش این 10% روی این 80,000 تومان حساب میشه، نه با این 100,000 تومان. بنابراین من 10% هم اینجا تخفیف دارم. یعنی چی؟ یعنی 90% باید بپردازم. 90% از 80,000 تومان که میشه چی؟ میشه 72,000 تومان. پس من در نهایت باید 72,000 تومان پرداخت کنم. ولی من فکر میکردم که 30% تخفیف میگیرم. حالا بین با 30% حساب کنیم. اگر که من 30% بخوام تخفیف بگیرم باید بگم 70% باید بپردازم. 70% از 100,000 تومان که میشه چی؟ که میشه 70,000 تومان. یعنی مبلغ کمتری باید میپرداختم اما 72,000 تومانه. بنابراین یادتون باشه تخفیف‌های متوالی جمع دوتا تخفیف نیست. در واقع ضرب تخفیف هاست. در واقع تخفیف دوم از قیمت این قسمت حساب میشه، از قیمت جایی که شما تخفیف گرفتین. خب چطوری این رو با کمک یک روش سریع حساب کنم؟ دیگه نخوام اینقدر ضرب و تقسیم بنویسم. بچه تخفیف اول 20%، یعنی شما 80% باید پرداخت کنید. تخفیف دوم 10%، یعنی شما 90% باید پرداخت کنید. 80 ضرب در 90 میشه چی؟ 72 و 2 تا صفر هم جلوش که با یکی از این سطرها صفراشو میزنیم. میشه چی؟ میشه 72%. ببینید چقدر سریع حساب شد. 72%. حالا قیمت اصلی رو اگر داشتیم 72% رو ضرب در قیمت اصلی میکنیم و مشخص میشه که ما چقدر باید پرداخت کنیم. خب بچه چقدر به نظر شما ما اینجا تخفیف گرفتیم؟ 100 منهای 72 میشه 28%. 28% از اون 30% که ما فکر میکردیم کمتره. پس دوتا تخفیف متوالی نمیشه حاصل جمع اون دوتا. در واقع حاصل ضرب به پردازیم های اون دوتا تخفیف میشه. بچه پس هر تعداد تخفیف متوالی که بود میتونیم با روش قبلی حسابش کنیم. حالا میخوایم در مورد سود صحبت کنیم. سود یعنی چی؟ یعنی من یک کالایی دارم مثلا 15,000 تومانه. میخوام اینو با یک قیمت بالاتری بفروشم. میگم فقط میخوام 20% بالاتر از قیمت الان باشه. 20%. بریم ببینیم این 20% چطور حساب میشه. بچه 20% از این قیمت رو اول حساب میکنیم. 15,000 رو ضرب در 20% میکنیم. 20% میشه چی؟ میشه 3,000. یعنی به این 15,000 3,000 اضافه میشه و میشه 18,000. خب به جای اینکه این کار رو انجام بدیم بیایم یه کار بهتر انجام بدیم. وقتی میگیم 20% سود یعنی از 100 تا 20 تا اضافه تر. پس می نویسیمش 120% ضرب در اون مبلغی که داریم 15,000 که میشه چی؟ میشه 18,000. ببینید این روش خیلی راحت تره. گفتیم از جدول تناسب هم میتونیم استفاده کنیم. این 20 این 100 و اینجا میشه 120. این سوده، این کله و این 120 میشه قیمت نهایی که ما داریم. خب حالا من میخوام بدونم که اگر مثلا یک کالایی رو 15,000 تومان داشته باشم
و بعد از این که سود رو روش گذاشتم بخوام اینو 20,000 تومان بفروشم. میخوام بدونم اینجا من چند درصد سود گذاشتم روی این کالایی که داشتم. برای این کار اختلاف این دوتا قیمت رو حساب میکنیم. همونطور که توی تخفیف این کار رو کردیم. اختلاف این دوتا قیمت میشه چی؟ میشه 5,000. تقسیم بر قیمت اولیه چقدر بود؟ 15,000. ضرب در 100. حالا اینو حسابش میکنیم. مقدارش تقریبا برابر میشه با 33%. بچه ما 2 نوع مالیات داریم. یکی از اینها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. خب که مثلا ما میریم یه ساندویچ میخریم 30,000 تومان هزینه‌اش و میان به ما میگن که خب حالا این یه مالیات هم به قبضتون به فیشتون تعلق میگیره، یه مالیات هم روی این دارین و مثلا 10% هم مالیات اینجا شما دارین. خب دیگه قیمت این که 30,000 تومان نیست، من باید 10% از این 30,000 تومان رو بهش اضافه بکنم. یعنی در واقع 110% از 30,000 تومان رو باید حساب بکنم که میشه چی؟ میشه 33,000 تومان. ولی یه وقتایی مالیات رو از روی حقوق بر میدارن. ببینید یعنی اگر من حقوقم 10 میلیون تومان باشه، اینجا من 10 میلیون رو بنویسم، 10% از مالیات رو بر میدارن. پس من اون 10% رو باید حساب کنم که چی میشه؟ میشه 1 میلیون تومان. من 1 میلیون تومان از حقوقم کم میشه. پس این مالیات اضافه میشه برای حقوق. یادتون باشه از مقدار حقوقتون اون مالیات کم میشه و حقوق شما به جای 10 میلیون تومان 10 میلیون تومان 1 میلیون تومانش بره میشه چی؟ میشه 9 میلیون تومان. رسیدیم به قسمت جالب درسمون. در مورد چیه؟ در مورد اینه که من بدونم اگر یک کالایی داشته باشم، این کالا رو خودم با یک قیمت خاصی خریده باشم و حالا بخوام روی اون سود بکشم. مثلا من روی این کالا 20% سود کشیدم. بعد از چند روز که این کالا رو من دارم و توی مغازه مونده میبینم که نه این الان مشتری نداره. پس مجبورم در کنار این یک تخفیف بذارم. حالا من باید بدونم که این مبلغ تخفیفم چقدر باشه که من ضرر نکنم. پیش خودتون میگی خب بیا یر به یرش کن، 20% سود دادی، 20% تخفیف بده و هیچی، انگار هیچ کار خاصی انجام ندادی. بیا ببینیم چطوریه. من اگه 20% سود بدم یعنی 120% باید حساب کنم. تخفیف دادم 20% میشه چی؟ میشه 80%. مشتری باید بپردازه. 120 ضرب در 80 میشه چی؟ میشه 96%. ببینید صورت از مخرج کمتر شد. 100 منهای 96 میشه 4. یعنی من انگار این وسط 4% روی چیزی که خودم از اول خریدم دارم تخفیف میدم. خب این یعنی چی؟ یعنی من ضرر دارم میکنم. پس این فکر نکنید اگه 20% سود بدید 20% تخفیف این یر به یر میشه. خیر، اینجا شما ضرر میکنید. مرحله بعدی، ببین من 20% سود روی اون کالا بکشم. 20% که سود بکشم میشه 120%. و بعدش به جای 20% 10% تخفیف حساب کنم. پس مشتری 90% باید بپردازه. 90 رو ضرب در 120 بکنیم این میشه 108%. حالا 108% صورت از مخرج بیشتره. وقتی صورت از مخرج بیشتر باشه یعنی من سود کردم. چقدر سود کردم؟ نسبت به اون قیمتی که خودم خریدم 108 رو منهای 100 کنم 8% سود کردم که باز بهتر از حالت قبلیه که بخوام ضرر کنم. یه وقتی ممکنه من یه کالایی رو با 20% سود بخوام بفروشم. بعد چند روز میبینم که شرایط بازار بهتر شد و من حالا میتونم دوباره مبلغ رو بالاتر ببرم. یه 10% هم اینجا اضافه بکنم.
خب مبلغ اولیه، ببینید من 20% اینو با سود میخوام بفروشم، پس این میشه 120%. دوباره میخوام 10% دیگه به این سود بدم، پس این میشه 110%. ببینید من روی این قیمت جدیده دارم 10% اضافه میکنم، پس انتظار دارم که این بیشتر از 30% بشه. ببینیم چطور میشه. مقدارش میشه 132%. من انتظار داشتم 20 به اضافه 10 بشه 30، ولی شد 132%. 132 منهای 100 یعنی چی؟ یعنی 32%. پس دیدم که بیشتر شد. ببینید چون مبلغی که اضافه میکنم، اینجا من یک بار مبلغ رو اضافه کردم توی مرحله اول که 20%. پس این 10% روی این مبلغ اضافه میاد و اضافه تر میشه، پس طبیعیه که من سود بیشتری میکنم. یه وقتایی ممکنه از شما سوال بپرسن، بگن که جمعیت یک کشوری مثلا 15 میلیون نفره و هر سال 10% به جمعیتش اضافه میشه. جمعیت نهاییش بعد از 4 سال چقدر میشه؟ ببینید هر سال 10% اضافه میشه. حالا مرگ و میر رو حساب نکردن. 110%، 110%، 110%، این سال سوم، و 110%، اینم سال چهارم ضرب در جمعیت اولیه. این میشه جمعیت نهایی اون کشور. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. لایک، کامنت یادتون نره.